سوال دارم. هر چقدر پرهیز غذایی میکنم بازم کلسترول خونم بالاست. روغن چی میخوری؟ رعایت میکنم، روغن کنجد. خب دیگه؟ ولی بازم روغن مایع. خب ولی بازم کلسترولم بالاست. خب حالا من بهت بگم، روغن کنجد یکی از مشکلات عدیدش این هستش که حتما سطح کلسترول شما رو بالا میبره. اصلا کی گفته روغن کنجد روغن خوراکیه؟ در قدیم برین ببینید بخونید روغن پیه‌سوز بوده، توی این چراغا میریختن برای روشنایی. اصلا کسی روغن کنجد رو نمیخورده. روغن مایه هایی که بیرون هست خودتونم میدونید، بارها من اینجا بهتون گفتم روغن های ناسالمی هست، رسوب داخل رگ داره. پس بیایم یه کاری بکنیم. بهترین روغنی که میتونید استفاده بکنید چیه؟ روغن زیتون. اگه بودار باشه خیلی بهتره چون تصفیه نشده، خالصه. پس دومی روغنی که میتونیم استفاده کنیم روغن نارگیله. حالا گرونه؟ برید روغن برنج بگیرید. نه گرونه، دنبه رو بگیرید، آب بکنید، از اون استفاده بکنید. یعنی برای سرخ کردنیاتون از روغن دنبه استفاده بکنید، از روغن زیتون هم برای پخت و پزتون استفاده بکنید. اگرم میخواین بوی بد دنبه رو ببرین برید کپشن رو بخونید، براتون طرز تهیه روغن دنبه رو گذاشتم و حتما برای بقیه هم بفرستین. اونایی که مشکل کلسترول دارن حتما سیوش کنین، یادتون نره.